از لندن سلام دارم به شما آقای دکتر رضا باوفا، استاد اقتصاد در دانشگاه لویولای لس آنجلس. خوشحالم که در خدمتتون هستم آقای فرودی. آقای باوفا، روز پنجشنبه گذشته در لندن جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیداری غیر معمول داشت با رؤسای چندین بانک معتبر اروپایی همراه با وزیر امور خارجه بریتانیا آقای فیلیپ هموند که این جلسه هدفش این بود که این بانکداران اروپایی رو ترغیب بکنه آقای کری که بیایند و با ایران ارتباط مالی عادی برقرار بکنن. ولی میدونیم که هنوز هم این بانک ها رغبتی ندارن به معامله با ایران علیرغم امضای توافق هسته‌ای بین ایران و جامعه جهانی یعنی برجام. به نظر شما مشکل چیست؟ مشکل متاسفانه چند جانبه هست. در این شکی نیستش که روابطی که 36 سال به هم خورده بود پیوستنش دوباره کار آسانی نخواهد بود و بانک‌های اروپایی از چند جهت نگران هستند. در وهله اول همونجور که ممکن اطلاع داشته باشید چند تا از این بانک‌ها هزینه‌های خیلی سنگینی دادن به خاطر اینکه در چند سال گذشته از طرف آمریکا جریمه شدن به خاطر درگیری با پولشویی که کشور ایران در اون شرکت داشته ولی کلا اگر بخوایم به چند نکته اشاره بکنیم که نگرانی اونها را از این مسئله میرسونه، در وهله اول همین مسئله تحریم هایی است که باقی مانده. تحریم هایی که باقی مونده مال آمریکا هر گونه معامله بانکی و یا معامله‌ای که در اون دلار هست با ایران محروم میکنه. بنابراین شرکت هایی که خواهان قرارداد تجارتی با ایران هستند باید سعی کنن از معاملات دیگری غیر از دلار استفاده کنن که اون البته در شرایط امروزی بین‌المللی کار آسانی نخواهد بود. امکانش هست ولی مشکله. چرا مشکله؟ چرا مشکله جناب آقا؟ برای اینکه همونجور که میدونید بسیاری از معاملات بانکی شاید درصد خیلی خیلی بالایی از بانک‌های نیویورک رد میشه و همین که یک بانک آمریکایی در جریان باشه اون معامله است به خاطر تحریم‌هایی که آمریکا در مورد ایران داره، تحریم‌های باقی مانده، اون ممنوع خواهد بود. بنابراین باید سعی بشه که این معاملات بانکی به صورت جانبی صورت بگیره. امکانش هست. مثلا شما میتوانید از بانک‌های محلی استفاده بکنید یا بانک‌های لوکال، ولی اون هم اشکالات خودش داره. یکی از مسائل عمده‌ای که این شرکت‌ها به خصوص بانک‌های بین‌المللی و اروپایی نگرانی دارن بانک‌های خود ایران هست که از نظر پایه‌ای در چند سال گذشته بسیار تضعیف شدن و مهمتر از اون به خاطر روابط نزدیکی که با بعضی از سازمان‌های دولتی دارن از جمله سپاه پاسداران، اینا مورد سوءظن هستن و مهمتر از اون هم این هست که این بانک‌ها در 36 سال گذشته از هیچ گونه روابط بین‌المللی که روی کارهای اونها نظارت داشته باشه برخوردار نبودن و این کلاً خیلی نگرانی عمده ایجاد میکنه. البته مسئله بانک‌های ایران یک بخش کوچکی از یک بخش بزرگ که مسئله فساد در کل جامعه به خصوص روابط تجاری و روابط تجاری که دولت به اون سر کار داره هست سرچشمه میگیره که البته میدونیم مسئله فساد مسئله چند جانبه‌ایه و برخورد به اون احتیاج به یک برنامه گسترده داره که به صورت همه جانبه بهش برخورد بشه. البته این در دستور کار اقتصادی ایران هستش. سازمان امور بازرگانی در این مورد قدم‌هایی برداشته، حداقل به صورت نوشته. حال آیا این به صورت در سطح عمل ایجاد میشه یا به مرحله اجرا گذاشته میشه مسئله دیگری است. این یک عمدگی مسئله بانک‌های خارجی با ایران هست، مثلا بانک‌های اروپایی. آقای باوفا، این مذاکراتی که بین ایران و جامعه جهانی چندین ماه ادامه داشت تا اینکه به برجام رسید و برجام امضا شد، حالا حالت اجرایی پیدا کرده، چرا فکر میکنید در طول اون مذاکرات مقامات ایرانی، مذاکره کنندگان ایران فکر این مسئله رو نکرده بودن که
این معاملات دلاری و آمریکا ممکنه جلوش رو بگیره و براشون تولید اشکال بکنه؟ من فکر کنم در این مورد فکر کردم، ولی مسئله اصلی در وهله اول برداشتن تحریم‌های بانکی بود که در رابطه با مسائل هسته‌ای ایران هست و مسلماً در کنار این صحبت‌هایی هم در این مورد شده. منتها من همیشه فکر می‌کردم و در این مورد این مسائلی که در چند ماه گذشته پیش اومده این فکر من رو تایید کرده که دولت ایران و کسانی که در این مذاکرات شرکت داشتن خیلی خوشبین بودن از بازگشت سرمایه‌داران بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در ایران، در صورتی که روابطی که حدود 37 سال به هم خورده مشکلی که شما در عرض مدت کوتاهی دوباره این رو بازگردونید. البته این شروع بسیار خوبی است، درها تا اندازه‌ای باز شده، ولی حرکت‌های خیلی عمده دیگری به خصوص از داخل ایران باید صورت بگیره که اطمینان بده به این شرکت‌های بین‌المللی که چه از نظر شفافیت، چه از نظر فرایند کارهایی که اونا با سرکار خواهند داشت و غیر و غیره، اینا ضمانت قانونی دارن. ایران قدم‌های خیلی عمده‌ای برای دادن انگیزه در قسمت اقتصادی برای شرکت‌های بین‌المللی پیشنهاد کرده، ولی مهمتر از اون برای اونها مسئله شفافیت، نبود فساده و اینکه اطمینان داشته باشن که روابط اقتصادی که با ایران ایجاد میکنن به نحوی نباشه که ممکنه تحریمات باقی مانده رو که در مورد آمریکا هست، به خصوص در مورد بانکی، این وایلت بکنه و این نگرانی عمده بانک‌ها هست و متاسفانه اطمینان آنگونه‌ای تا حالا پیدا نکردند که در این راه قدم بردارن. یکی از صحبت‌هایی که آقای کری کرده اینه که میگوید بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی در واقع دارن از آمریکا به عنوان یک بهانه استفاده میکنن برای اینکه به ایران از لحاظ مالی نزدیک نشن. نگرانی‌هایی دارن که همون نگرانی‌هایی که شما بهش پرداختید، اشاره کردید، ولی میخواهند که این رو تحت لوای اون مشکلاتی که آمریکا ایجاد میکنه قرار بدن و نمیخوان با ایران به صورت خیلی رک و شفاف به ایران بگویند که ما با شما مشکل داریم، ولی میان میندازن این رو گردن آمریکا. این تا چه حد معتبر این صحبت‌های جان کری؟ من فکر نمی‌کنم خیلی اعتبار خیلی بالایی داشته باشه. همونجور که بعضی از بانک‌ها اشاره کردن، گفتن چگونه هستش که دولت آمریکا الان خواهان برگزاری روابط عادی بین بانک‌های اروپایی و ایران شده، ولی خودش از این جریان اعتراض میکنه که این به نظر من یک سوال خیلی بجایی است. دومی که صرفاً اعتراض اونها به مسئله آمریکا نیست. اگر شما به گزارشات بین‌المللی توجه بکنید، یک سازمانی هست که کارش نظارت بر پولشوییه در سطح جهانی و این سازمان در ماه فوریه دوباره یک اخطاریه‌ای در مورد پولشویی از طرف سازمان‌هایی که درون ایران هستند. خب مسلماً اگر شما یک بانک اروپایی هستید، در چند سال گذشته هزینه‌های سنگینی در این مورد دادید و همچین گزارشی را از چنین سازمان بین‌المللی که اعتبار عمده‌ای داره میشنوید، مسلماً در رابطه خودتون، رابطه اقتصادی آینده خودتون با ایران بسیار محتاط خواهید بود و از این نظر به نظر من نمیشه به اونها ایراد گرفت. البته آقای فراری توجه بکنید که یک مسئله عمده دیگه هم هست. همونجور که میدونید دولت اوباما دولت موقتی است. انتخابات امسال در نوامبر مشخص خواهد کرد که دولت بعدی چگونه دولتی خواهد بود و اگر جمهوری خواها در اینجا برنده بشن، این نگرانی خیلی بالایی رو برای بانک‌ها باز ایجاد خواهد کرد. بنابراین اونا منتظر هستن ببینن نتیجه انتخابات چه میشه. شاید بعد از انتخابات این برخورد اونها به ایران تا اندازه‌ای تغییر بکنه. البته کاملا یک شبانه و یک روزه نخواهد بود، احتیاج به وقت داره، ولی من فکر کنم انتخابات آمریکا یک مانع دیگری است که تا آخر امسال تا اندازه‌ای برطرف خواهد شد. یک نکته جالب اینه که آقای باوفا یکی از کسانی که الان در این مذاکرات حضور البته نداشتش در مذاکرات روز پنجشنبه در لندن، ولی خب نقش مهمی رو ایفا میکنه، آقای استوارت لوی هستش
رئیس دایره حقوقی بانک معظم HSBC که خودش زمانی معاون وزارت خزانه‌داری بود، 7-8 سال معاون بود و نظارت داشت بر چگونگی اجرای این تحریم‌ها علیه ایران. و الان خود آقای لیوی هم آمده در یک مقاله در وال استریت جورنال آقای کری رو متهم کرده که موضع بسیار عجیبی اتخاذ کرده. از یک سو بانک‌های اروپایی رو فرا میخوانه که بیایید معامله کنید با ایران، از سوی دیگر بانک‌های آمریکایی رو از همون کار برحذر می‌داره. این مسئله رو فکر می‌کنید تا کی آقای کری میتونه به این شکل ادامه بده؟ من فکر کنم آقای کری اینجا خواستن که به اصطلاح کاری رو که ایران خواسته بود انجام بدن حداقل دولت آمریکا در مورد قراردادی که امضا کرده محکم میسته ولی تا چند اندازه ایشون پیش خواهند رفت من نمیدونم. این مسئله آقای استوارت لیوی که شما اشاره کردید مسئله بسیار جالبیه. شما ببینید یک بانک کانگلومرات بین‌المللی HSBC یک باره یک نفر وکیل رو از یکی از اداره‌های آمریکایی استخدام میکنه. دلیلش چیه؟ به خاطر هزینه سنگینی که قبلا اینا داده بودن میخواستن یک اینسایدر از آمریکا بیارن که از نظر حقوقی با آنها مشاوره بکنه و بگه چه قدم‌هایی رو بردارید که از طرف خزانه‌داری آمریکا که مسئول جریمه در مورد تحریم‌ها هستش مورد تحقیق قرار نگیرن. و این به نظر من احتیاط این بانک بین‌المللی میرسونه و تا چه اندازه آنها نگران مسائل آینده هستند که مسائل پیش نیاد که مورد 2 مرتبه جریمه قرار بگیره. مثل بانک HSBC با وفا حدود 1 میلیارد و 200 میلیون دلار جریمه شده بوده به خاطر همین. بله 3 بانک، یکی استاندارد چارتر، HSBC و BNP Paribas. این 3 تا هزینه‌های سنگینی رو دادن و همونجوری که میدونین هر 3 تاشون خیلی صریحاً گفتن ما تا اوضاع مشخص نشه هیچ رابطه‌ای رو با ایران یا کسی که در ایران کار بازرگانی میکنه برقرار نخواهیم کرد. البته چند تا بانک دیگه در این مورد ساکت بودن ولی به نظر نمیاد اونها اشتیاق فراوانی برای برگزاری روابط بانکی با ایران داشته باشه. آقای با وفا از سوی دیگر از ایران گزارش میرسه به نقل از آقای عباس عراقچی معاون وزارت خارجه که حضور داشت در این گفتگوهای مربوط به برجام. ایشون گفتن که بانک‌های بزرگ اروپا همچنان از داد و ستد با ایران اکراه دارن، اما برخی بانک‌های متوسط و کوچک روابطشون رو از سر گرفتن، از جمله گشایش اعتبارنامه رو آغاز کردن. فکر می‌کنید چرا بانک‌های متوسط و کوچک انقدر جسور هستن که میخوان این کار رو انجام بدن ولی بانک‌های بزرگ خب حاضر نیستن؟ مثل مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میگویند میترسد. نه کاملا درسته، در این شکی نیست. بسیاری از بانک‌های محلی ریژنال مشتاق این هستن که این کار رو برای ایران بکنن. دلیلش واضحه. هنگامی که شما بسیاری از این بانک‌های که خیلی پابرجا هستن، بزرگ بین‌المللی هستن، بایپاس میکنید، از کنار بانک‌های کوچکتر میرین، هزینه‌تون خیلی بیشتر میشه و خیلی از شرکت‌های اقتصادی میدونن که همچین گزینه‌ای رو دارن ولی مخارج اونها چیزی حدود 10% بالا خواهد رفت. در ضمن ریسک این بانک‌های کوچک کاملا از بین نمیره. یعنی اگر اینها به طور غیر مستقیم در پولشویی دست داشته باشن و سازمان‌های ایرانی هم در اون دست داشته باشن، این خطر هنوز متوجه اون بانک‌ها خواهد بود. منتها اون کار رو حاضرن بانک‌های کوچکتر تا اندازه انجام بدن. ولی توجه بکنید شرکت‌های عمده اقتصادی مانند جنرال الکتریک، زیمنس آلمان، بامباردیر کانادا و مارسک دانمارک که اینها کانگلومرات هستن و دستشون در بسیاری از روابط بازرگانی دنیاست، ممکنه در این روابط شرکت نکنن. اونها خواستار پشتیبانی از بانک‌های عمده بین‌المللی هستن که الان هم بانک‌هایی بودن که در اروپا با آقای کری مذاکره کردن و خیلی از اونها ممکنه علاقه‌مند نباشن
روابط تجاری رو موقعی با ایران برقرار بکنن که از پشتیبانی این بانک ها که خیلی هاشون روابط بانکیشون با اونها مکنون هستش خود این پشتیبانی رو نداشته باشن. بنابراین این بانک های کوچک و محلی میتونن مقداری از روابط اقتصادی ایران رو انجام بدن، منتها در سطح خیلی محدودی خواهد. ولی اون رابطه تجاری که ایران به دنبالش هست با کشورهای غرب در نتیجه برجام و این سفر هیئت‌های متعدد اروپایی آقای باوفا به ایران، اینها بدون همکاری بانک‌های بزرگ دنیا پس به جایی نخواهد رسید به این ترتیب. در کوتاه مدت من فکر نمی‌کنم، ولی همونجوری که گفتم در دراز مدت اگر، و این اگر خیلی بسیار مهم است، ایران نشون بده که در روابط اقتصادی داخلی خودش شفافیت داره و شدیداً به دنبال مسئله فساد و حل اون نه در یک سازمان بلکه به صورت همگانی بره و این اطمینان رو تا اندازه‌ای به اونها بده که در اینجا قدم‌های خیلی موثری برداشتن، آن موقع هستش که من فکر کنم این بانک‌ها کم کم روابط خودشون رو با ایران شروع خواهد کرد. و همونجور گفتم یه نقطه عطفی در اینجا انتخابات آمریکاست که بعد از اون تا اندازه‌ای روشن خواهد شد که این مانع سر کار آنها هست که بازگشت بعضی از تحریم ها رو دوباره به روابط ایران و اروپا ادامه بده یا نه. ولی فکر کنم این چیز مستلزم وقت تا اندازه‌ای طول خواهد کشید و این مهمترین عامل همونجوری که خدمتتون عرض کردم خود ایران هست که نشون بده تا چقدر در این مورد صمیمی است و دنبال حل مسئله فساد در سطح جامعه خواهد بود. و هم می‌دونید فسادی که در عرض 36 سال به وجود اومده در عرض 1-2 سال از بین نخواهد رفت. این مستلزم همکاری بسیاری از سازمان‌های دولتی است. ولی می‌بینیم که مقامات ایرانی از جمله همین آقای عراقچی هیچ اشاره‌ای به این مسئله پولشویی و مسئله فساد و اینا نکردن. در عوض ایشون میگوید که لابی‌های افراطی در آمریکا، اسرائیل و عربستان هم که باعث تحریک دشمنی نسبت به ایران میشن و نمیذارن که تهران بهره‌مند بشه از میوه‌های برجام. این صحبت مربوط به لابی‌های افراطی رو شما تا چه حد این تا اندازه‌ای درسته، ولی به نظر من مسئله اصلی نیست. همونجور که میدونید من یکی از این لابی‌ها که خیلی ممکنه ازشون اطلاع داشته باشن United Against Nuclear ایران هستش که یک اتحادیه‌ای که از یکی از رهبران سابق CIA و تعدادی از دیپلمات‌های قبلی وزارت امور خارجه آمریکا تشکیل شده از قبیل آقای دنیس راس و این گروه شدیداً مبارزه میکنه از طریق نامه نوشتن به شرکت‌های عمده بین‌المللی که در ایران سرمایه‌گذاری نکنن. اتفاقاً در ماه گذشته اینها با 4 شرکتی که من قبلا بهشون اشاره کردم تماس گرفتن: جنرال الکتریک، مارسک، بامباردیر و سیمنز، و به اونها هشدار دادن که خواهش میکنیم با ایران روابط برقرار نکنید. ولی توجه بکنید روابط تجاری هنگامی که سود فراوان به دنبال داشته باشه به این مسائل کناری توجه نخواهد کرد. یعنی اگرچه این ارگانیزیشن ها سعیشون خواهند کرد که جلوی روابط مؤسسات بین‌المللی با ایران بگیرن، اگر این مؤسسات اطمینان خاطر از سرمایه گذاری خودشون در ایران داشته باشن، این سازمان ها مسئله جانبی پیدا خواهند کرد و من فکر نمی کنم دلیل اصلی باشه. این مذاکرات قراره در این هفته در آمریکا دنبال بشه. فکر میکنید راه به جایی خواهد برد مذاکرات بین آمریکا و بانک‌های اروپایی؟ من مطمئن نیستم نتیجه این چه خواهد بود، ولی من فکر کنم چیزی که این بانک‌ها به دنبال اون هستن و ممکنه تا اندازه علاقه اونا رو به سرمایه‌گذاری در ایران تا اندازه بیشتر بکنه تضمین از آمریکا هست. و همونجور که میدانید دولت آقای اوباما دولت موقتی است. آقای کری همیشه آنجا نخواهد بود. هر قراردادی یا موافقتنامه‌ای و یا تعییدی که ایشون بکنه میتونه در نوامبر تغییر بکنه. بنابراین اطمینان خاطری که آقای کری و دولت اوباما به این بانک‌ها بدن باید با انتخابات جدید آمریکا پشتیبانی بشه و الا به نظر من تاثیر عمده‌ای نخواهد داشت. من فکر نمی‌کنم شما در 8-9 ماه آینده
حرکت عمده‌ای از طرف این بانک‌ها در مورد ایران ببینید و حرکات بعدی اون هم مسلماً خیلی آهسته و با حساب خواهد بود. پس به این ترتیب شما چندان خوشبین نیستین به سرمایه گذاری خارجی در ایران؟ سرمایه گذاری خارجی همونجور که میدونید در ایران بوده و ادامه داره، بیشتر از جانب آسیای شرقی، چین و خیلی کشورهای آسیای جنوب شرقی. در مورد اروپا و آمریکا این خیلی آهسته‌تر انجام خواهد شد. در این شکی نیست بسیاری از شرکت‌ها خیلی مشتاقن از قبیل شرکت بوئینگ و غیره با ایران روابط برقرار بکنن و احتیاجات اقتصادی اونها این رو واقعا تشویق میکنه. شرکت بوئینگ با اینکه شرکت آمریکایی میتونه از طریق سابسیدی‌های خودش کوچکی که در اروپا داره با ایران معاهده برقرار بکنه و الان هم مدت هاست دارن صحبت میکنن در این مورد. ولی شرکت های دیگه و غیره هنوز خیلی آهسته دارن جلو میرن. شرکت های اروپایی تا اندازه‌ای در این مورد قدم های بیشتری برداشتن، ولی همونجور که اطلاع دارید هر گونه معامله اقتصادی، چه در رابطه با صادرات و واردات، چه در مورد سرمایه گذاری مستقیم از طریق لایسنسینگ، فرانچایزینگ و یا استراتژیک الاینس، مستلزم یک پشتیبانی بانکی است. یعنی بدون بانک شما نمیتونید هیچ معاهده انجام بدید. من یک مثال خیلی کوچک براتون میارم. فرض کنید همونجور که اطلاع دارید فرستادن و فروش اسمارت فون، این تلفن هایی که مثلا آیفون به ایران آزاد بوده از سال 2013، از طریق آمریکا هم آزاد بوده. دلیل اصلیش هم این بود که میخواستن روابط دموکراسی و کامیونیکیشن بین مردم شویه بیشتری داشته باشه. اون رو آزاد کردن. ولی توجه بکنید شما وقتی میخواید اسمارت فون استفاده کنی باید خیلی از این اپلیکیشن ها رو دانلود بکنید، این نرم افزارهایی که کار شما رو به راه میاندازه. اولا خیلی از شرکت هایی که آمریکایی باشن ممکنه این نرم افزارها رو به دلایلی به شما ندن. یک. دوم، بعضی از این نرم افزارها که باید خرید بشه باید پولش پرداخت بشه. چگونه میخواین پول اون رو بپردازید؟ همونجور که میبینید یک مسئله به این کوچکی، خریدن یک تلفن هوشمند کلی مسئله ایجاد میکنه. چه برسه به معاهدات عمده اقتصادی که شامل میلیون ها، ده ها میلیون و شاید صدها میلیون باشه و احتیاج از پشتیبانی به یک بانک عمده داره و اینا مسائلی است که حل اونها مسلماً مشکل خواهد بود. آقای باوفا، به عنوان پرسش آخر در رابطه با صراف‌ها می‌خواستم ازتون سوال کنم. با توجه به اینکه بانک‌ها این موانع رو الان باهاش روبرو هستن، فکر می‌کنید صراف‌ها به اون بیزنس قبلی خودشون، به بیزنس بسیار پرمنفعتی هم بود، به اون شکل ادامه خواهند داد؟ صحبتی که در ایران بوده و تا اونجایی که من میدونم در ماه‌های اخیرم من به انجام نرسیده، مسئله تک نرخی کردن ارز که یک مسئله عمده‌ای در اقتصاد ایران بوده و اگر این ارز تک نرخی بشه مسلماً یه مقداری از مسائل اقتصادی ایران رو در رابطه با خارج حل خواهد کرد که الان نمیتونیم واردش بشیم به خاطر کم بوده وقت. ولی تا چه اندازه صرافان میتونن فعال باشن؟ صرافان تا موقعی فعال هستن که میتونن از اختلاف ارز دولتی و ارز شخصی یا در بازار آزاد استفاده کنن. وقتی یک ارزی بشه، یک نرخی بشه، این امکانات اون رو خیلی کمتر خواهد کرد و همونجور که میدونید مقدار زیادی از این پولشویی‌ها از طریق بخش خصوصی است که شرکت‌های خارجی رو نگران میکنه. بنابراین اونم یک مسئله دیگه‌ایه که مسائل دیگه اضافه شده و باید در این مسئله مبارزه با فساد و شفافیت عمومی در روابط اقتصادی از طرف دولت ایران بهش برخورد خیلی سریع بشه. ولی اونم مسئله‌ای که مسئله سرمایه گذاری در ایران رو مشکل تر خواهد کرد. سپاسگزارم از شما آقای دکتر باوفا که وقتتون در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو. متشکرم.